در روز چهارشنبه 8 مهر 1269 خورشیدی، سید احمد در خانواده شیعه مذهبی و معتقد در حکم‌آباد تبریز به دنیا آمد. نیاکانش همه روحانی و پیش نماز بودند. پدرش میرقاسم از روحانیت کناره گرفته و به بازرگانی پرداخته بود. مادرش خدیجه خانم زنی بی سواد اما روشن‌اندیش از یک خانواده کشاورز بود. خانواده احمد در حکم‌آباد مسجدی به نام پدر بزرگ او به نام میر احمد داشتند. سید احمد حکم‌آبادی تبریزی که بعدها نام خانوادگی کسروی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبانشناس، پژوهشگر، حقوقدان و اندیشمند ایرانی بود. وی استاد رشته حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دعاوی در تهران بود. احمد کسروی در حوزه‌های مختلفی چون تاریخ، زبانشناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه‌نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت داشت. وی بنیانگذار جنبشی سیاسی اجتماعی با هدف ساختن یک هویت ایرانی سکولار در جامعه ایران موسوم به جنبش پاکدینی بود که در دوره‌ای از حکومت پهلوی شکل گرفت. احمد کسروی در 20 اسفند 1324 و در سن 55 سالگی در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله و 28 ضربه چاقو توسط افراد گروه فداییان اسلام ترور شد. او از حدود 1 سال پیش از آن تحت محاکمه بود با اتهاماتی از قبیل اهانت به مقدسات، اما او در یکی از جلسات بازپرسی در پاسخ به اتهام ضدیت با اسلام گفت: هیچگاه به ضد اسلام کتابی منتشر نکردم. نبرد من با پیرایه‌هایی است که به اسلام بستند. کسروی آثار فراوانی در زمینه‌های اجتماعی، دینی، تاریخی، زبان و ادبیات دارد. او کوشش فرهنگی و دانشی خود را از زبانشناسی و تاریخ نویسی آغاز کرد و تا سال 1312 استعداد فوق‌العاده خود را بیشتر در این دو رشته به کار انداخت. وی زبان عربی را خوب می‌دانست و در این زبان چنان توانایی داشت که نوشته‌هایش در مطبوعات عربی چاپ می‌شد و نویسندگان عرب را به تحسین وامی داشت. کسروی زبان پهلوی و ارمنی قدیم و جدید را به خوبی فرا گرفت و با لهجه‌های فارسی نیز آشنا شد و تألیفاتی پدید آورد که وی را نزد دانشمندان ایران و خاورشناسان جهان مقامی ارجمند بخشید. جنبش مشروطه خواهی به گفته احمد کسروی با پاکدلی‌ها آغازید ولی با ناپاکی‌ها به پایان رسید و دست‌هایی از درون و بیرون به میان آمد و آن را به هم زد و ناانجام گذاشت و کار به آشفتگی کشور و ناتوانی دولت و از همگسیستن رشته‌ها انجامید و مردم ندانستند که آن چگونه آمد و چگونه رفت. جامعه روحانیت و علما و ملایان که در برابر اندیشه‌های منطقی و مستند کسروی پاسخی نداشتند، همان گونه که شیوه کهن آنان است، چماق تکفیر را برداشتند و او را متهم کردند که به اسلام توهین می کند و قرآن می سوزاند و مدحور الدم است و از این رو کمر به کشتن او بستند. احمد کسروی در واپسین سالهای زندگی پربارش 3 اثر سیاسی بر روی مسائل روز نوشت. او در نخستین اثر زیر عنوان از سازمان ملل متحد چه تواند بود به این امر پرداخت. سپس مسئله آذربایجان در شمال و شورش عشایر خوزستان در جنوب را با موقعیت آن روز ایران با اثر دیگر خود سرنوشت ایران چه خواهد شد نوشت و سرانجام با 3مین کتاب زیر عنوان امروز چاره چیست به یک رشته دردهای اجتماعی و راههای چاره آنها پرداخت. دشمنان کسروی تنها سازمانهای مذهبی مانند گروه فداییان اسلام و ملایان و مراجع تقلید نبودند، بلکه گروهی از سیاست پیشگان و پژوهشگران ادبی نیز که از نیش قلم او آسوده نبودند با ملایان همراه و همگام بودند. مجتبی میرلوحی معروف نواب صفوی مؤسس بعدی گروه‌های فداییان اسلام به تهران نزد احمد کسروی می‌رود و با وی در جلسات متعددی به مباحثه و مجادله می‌پردازد. مباحث ساده‌لوحانه نواب صفوی با دانشمندی چون کسروی نتیجه دلخواه را به بار نمی‌آورد و سید میرلوحی با خشم کسروی را در حضور دیگران به مرگ تهدید می‌کند.
در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1324 احمد کسروی مورد سوء قصد نافرجام از نواب صفوی و احمد خورشیدی قرار می‌گیرد. نواب صفوی از پشت به کسروی تیراندازی کرده و بعد با چاقو به او حمله می‌کند و او را به شدت زخمی می‌کند. در روزنامه اطلاعات روز 8 اردیبهشت 1324 شرح واقعه چنین آمده است: ساعت 9 صبح امروز هنگامی که آقای کسروی وکیل دادگستری و مدیر روزنامه پرچم از منزل به قصد اداره حرکت می کند، سر چهارراه حشمت‌الدوله شخصی از پشت سر به او حمله نموده و 2 تیر با تپانچه به طرف او رها می کند، به طوری که می گویند رها کننده گلوله جوانی به نام نواب صفوی بوده. در خاطرات حاج مهدی عراقی از نخستین اعضای فداییان اسلام و از سران سازمان تروریستی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و دوست نزدیک آقای خمینی آمده است که سید مجتبی میرلوحی وقتی از زندان بیرون می آید به فکر این می افتد که یک محفلی، یک سازمانی، یک گروهی، یک جمعیتی را به وجود بیاورد برای مبارزه. این فکر به نظرش می آید که از وجود افرادی باید استفاده بکنم که تا الان این افراد مخل آسایش محلات بودند، مثل اوباش‌ها که تو محلات هستند، گردن کلفتا، لات‌ها به حساب آنها که عربده‌کش‌های محلات بودند. اینها بودند دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند. اکثر آنها مرحله اول از اینجور افراد بودند. روز 20 اسفند ماه 1324 زمانی که بلیغ بازپرس دادسرای تهران به شکایت علیه کسروی رسیدگی می کند، گروهی از فداییان اسلام به سرکردگی برادران سید حسین و سید علی امامی به دادسرا ریخته و احمد کسروی و منشی او محمد تقی حدادپور را در کاخ دادگستری ترور می کنند. نشریه ایران ما در تاریخ 21 اسفند ماه 1324 می نویسد: دیروز بازپرس کسروی را برای استعماع آخرین دفاع احضار کرده بود. کسروی در دایره بازپرسی حاضر می شود. قریب 1 ساعت به ظهر موقعی که آقای بازپرس مشغول تحقیقات بودند، چند نفر وارد اتاق می شوند. 2 نفر از آنها افسر ارتش بودند و این عده که بنا به اظهار آقای بلیغ بازپرس شعبه 7، 4 نفر و بنا به اظهار اشخاص دیگر بیشتر بودند، به قصد قتل کسروی با کارد و هفتیر به او حمله می کنند. بازپرس و چند نفر دیگر که در آنجا حاضر بودند فرار می کنند و منشی بیهوش می شود. حمله کنندگان پس از آنکه دقایقی چند به عمل جنایت‌آمیز خود ادامه می دهند، از اتاق خارج شده و فرار می نمایند. افسران ارتش در دادگستری گم شدند، ولی 3 نفر غیر نظامی که کارد خونین خود را به هوا بلند کرده و داد میزنند یا علی یا محمد، از کاخ و از مقابل افسران ارتش و شهربانی و سربازان محافظ زندانیان و چند نفر پاسبانان کاخ که در کریدورها بودند عبور کرده و بیرون رفتند. در داخل اتاق و در سمت راست در ورودی نعش 1 نفر جوان افتاده بود و جسد مرحوم کسروی در سمت مقابل و در فاصله بین دیوار و میز بازپرسی که به پهلوی چپ غلطیده بود قرار داشت. این جنایت عظیم که نتیجه تحریکات یک متظاهر به روحانیت است نباید کوچک شمرده شود و در میان مسئولیت دستگاه‌های شهربانی و دادگستری نیز نباید پوشیده بماند. وقتی که برای اولین بار قصد جان کسروی را کردند و نواب صفوی ماجراجویانه به او حمله کرده و او را مجروح ساخت، دستگاه دادگستری و شهربانی ما بر اثر تحریکات این موضوع را با خونسردی تلقی کرد و بعد هم به جای اینکه آن جنایتکاران را مورد تعقیب و دادرسی قرار دهد، پرونده مسخره و ننگین کتاب‌های کسروی را به جریان انداخت. امروز آن دست از نویسندگان و ناقدین و پژوهشگران که درباره احمد کسروی قلم میزنند ولی یک کلمه از قتل فجیع او به دست فداییان اسلام سخن نمیگویند، خودفروختگانی هستند که نه تنها قلب واقعیت‌های تاریخی را پیشه خود قرار دادند و مهر سکوت بر لب زدند و با ملت خود رو راست نیستند و مردم را به مسخره و استهزاء گرفتند، بلکه فقط شهوت نویسندگی و خودشیفتگی و خودمطرح بودن را دارند و میخواهند همه جا نقش آقا خوبه را بازی کنند. و چه خوب بود اقلن به سایت نواب صفوی میرفتند و از آن نقل قول میکردند. این افراد مطمئن باشند که روزی مشتشان باز خواهد شد و ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند. به قول کسروی، بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، بدبخت‌تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ خود را بداند و شوربخت‌تر از آن دو
ملتی که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد.